همینطور که همه میدونیم دنیای حیوانات مملو از تنوعی خیره کننده از شکل‌ها، رنگ‌ها و اندازه هاست. اما خب تعداد کمی از حیوانات به اندازه‌ای هستند که تحت تاثیر یک بیماری ژنتیکی نادر به اسم آلبینیسم قرار بگیرن. آلبینیسم باعث میشه که اونها شکل بسیار خاصی به خودشون بگیرن و همه رو مسحور خودشون کنن. توی این ویدیو هم می‌خوایم بریم سراغ یک سری از همین حیوانات. اما خب قبل از اون یادتون نره که لایک خوشگل رو به ویدیو بکوبید و کانال فارسی هاب رو هم سابسکرایب کنید. خب برای مورد اول میریم سراغ گورخر آلباینو. این گورخر نادر در تانزانیای آفریقا مشاهده شده بدون هیچ نوار و یا علامت سیاهی. این گورخر آلباینو اولین بار توسط عکاس حیات وحش ویل براد لوکاس دیده شد و از اون زمان توجه طبیعت دوستان و عاشقان حیوانات رو در سراسر جهان به خودش جلب کرد. گورخرهای آلباینو به طور باور نکردنی نادر و منحصر به فرد هستن و تنها چند مورد از آنها در کل جهان ثبت شده. برخلاف گورخرهای معمولی، گورخرهای آلباینو فاقد رنگدانه توی پوست، مو و چشمشون هستن که ظاهری سفید و یک دست به اونها میده. کارشناسان معتقدن طول عمر اونها در طبیعت معمولاً کوتاه‌تره چون نمیتونن خودشون رو با محیط اطراف استتار کنن و به راحتی طعمه شکارچیان میشن. خب حالا بریم سراغ کوالای آلباینو. کوالاهای سفید در جهان بسیار نادرن، اما خب کوالاهای آلباینو از اونها هم نادرترن. فرق اونها هم اینه که کوالاهای سفید مقداری رنگدانه در پوست و موشون دارن. کوالاهای آلباینو بدون رنگدانه در مو، پوست و چشماشون به دنیا میان و با چالش‌های زیادی در طبیعت روبرو هستن. بینایی اونها به دلیل کمبود رنگدانه تحت تاثیر قرار میگیره که یافتن غذا و فرار از خطر رو براشون دشوار میکنه. از جمله موارد ثبت شده، جیرا تنها کوالای آلباینو شناخته شده در جهان بود که در باغ وحش سن دیگو زندگی میکرد و در سال 1992 از دنیا رفت. خب حالا بریم سراغ زرافه آلباینو. زرافه ها بلندترین حیوانات جهان هستن و برای همین هم زرافه های آلباینو به طور کامل غیر قابل چشم‌پوشی هستند. در کنیا گزارش‌هایی از 2 تا زرافه سفید، یک مادر و یک بچه‌ش وجود داره که اولین بار در سال 2017 مشاهده شدن. بر اساس گزارش‌ها الان فقط بچه زرافه باقی مونده و به دلیل نگرانی‌هایی که مربوط به امنیتش وجود داره تحت نظارت شدید محافظان حیات وحش قرار داره. قسمت جالب اینه که چشمای زرافه‌های آلباینو معمولاً آبیه و برخلاف رنگ قهوه‌ای تیره و سیاهیه که زرافه‌های معمولی دارن. خب حالا بریم سراغ یک مورد جالب، یعنی گوریل آلباینو. گوریل های آلباینو واقعا نادرن. دونه برف یک گوریل خارق‌العاده بود که با عنوان تنها گوریل آلباینوی شناخته شده در جهان توجه مردم رو به خودش جلب کرده بود. او در سال 1964 در گینه استوایی به دنیا آمد و توسط محافظان محیط زیست صید شد. او بیشتر عمر خودش رو در باغ وحش بارسلونا در اسپانیا گذروند. جالب هم که بدونید مطالعات نشون میدن که آلباینو شدن اون به دلیل ازدواج فامیلی والدینش بوده. دونه برف در نهایت 40 سال عمر کرد که برای یک گوریل در اسارت عمری طولانی محسوب میشه. مار بوای آلباینو. اخیراً یک مار بوای آلباینوی عظیم الجثه به طول 2.9 متر و وزن 24 کیلوگرم در یک خانه در فلوریدای آمریکا پیدا شد. صاحب خونه با دیدن این مار منحصر به فرد از یک متخصص مار کمک خواست. این مار حسابی چاق بود و همین قضیه ظاهر ترسناکی به این مار داده بود. بعد از اینم که اون رو اسیر کردن، عکس اون در فضای مجازی منتشر شد و توجه خیلی از دانشمندان و مردم دنیا رو به خودش جلب کرده بود. خب حالا بریم سراغ تمساح آلباینو. تمساح‌های آلباینو به شدت نادر هستن و متاسفانه هم عمر اونها چندان طولانی نیست. دلیلش هم اینه که این حیوانات برای استتار توی محیط گلالود خودشون به رنگ‌های تیره نیاز دارن. یکی از این تمساح‌ها جورج تمساحه که در پنسیلوانیا زندگی میکنه. توی آکواریوم نیوپورت کنتاکی هم 2 تا تمساح به نام‌های اسنوبال و اسنوفلک وجود داره که البته آلباینوی کامل نیستن، اما خب اونها هم بسیار نادرن. خب حالا بریم سراغ پاندای آلباینو.
در استان سیچوان چین یک پاندای آلباینوی فوق‌العاده نادر مشاهده شده. این دومین باریه که یک پاندای آلباینو در طبیعت چین مشاهده میشه. اولین مشاهده در سال 2019 اتفاق افتاد. این پاندای سفید و صورتی در ذخیره‌گاه ملی والانگانگ مشاهده شد که یکی از بزرگترین جمعیت پانداهای غول‌پیکر رو در خودش جای داده. کارشناسان تخمین می‌زدند که تنها چند عدد از این پانداها در جهان باقی موندن. حالا بریم یک کوسه آلباینو رو ببینیم. کشف اخیر یک کوسه آلباینوی تقریباً 1 متری در سواحل بریتانیا توسط کارشناسان اتفاقی توصیف شد که یک بار در کل تاریخ اتفاق میفته. این کوسه که فاقد رنگدانه در پوست و چشماش بود توسط گروهی از ماهیگیران صید شد. کوسه های آلباینو به طور باور نکردنی نادر هستن و دانشمندان تخمین میزنن که تنها از هر 10,000 تا کوسه یا بیشتر یکی ممکنه آلباینو باشه. شیر آلباینو. شیرهای آلباینو اغلب با شیرهای سفید اشتباه گرفته میشن. شیرهای سفید رنگ غیر معمول خودشون رو از یک ژن مغلوب به نام چنچیلا به ارث میبرن. اما خب شیرهای آلباینو وجود دارن و با شیرهای سفید فرق دارن و فرقشون اینه که اونها هیچ رنگدانه‌ای توی پوستشون ندارن. اما خب مثل هر شیر دیگه‌ای پستانداران بزرگی مانند گورخرها، آنتیلوپ‌ها و بوفالوها رو شکار میکنن. این شیرها معمولاً چشمایی به رنگ آبی کم رنگ و یا سبز دارن. کانگوروی آلباینو. در ماه مارچ سال 2023 گروهی از کانگوروهای آلباینو در پناهگاه حیات وحش پانوراما در استرالیا مشاهده شدند. این کانگوروها در محوطه‌ای مخصوص حیوانات آلباینو زندگی می‌کنند و حسابی طرفدار دارند. صاحبان این پناهگاه از سال 2012 مأموریت زندگی خود رو پرورش حیوانات آلباینو قرار دادند. در حال حاضر 9 تا کانگوروی آلباینو در این پناهگاه وجود داره که هیچ جای دیگه‌ای توی جهان یافت نمیشن. خب حالا بریم سراغ دلفین های آلباینو. یه بار یه گروهی در سال 2023 خواستن به یک سفر خاص برای تماشای نهنگ‌ها برن، اما خب دست بر قضا یک دلفین آلباینو در سواحل آفریقای جنوبی مشاهده کردند. کاپیتان قایق اولین کسی بود که اون رو دید و گفت که اون یک موجود روح ماننده. این دلفین در میان گروه 200 تایی از دلفین‌ها شنا می‌کرد و اصلاً با اونها غریبگی نمی‌کرد. جالب این بود که آلبانیسم این دلفین خطری برای زندگیشون ایجاد نمی‌کنه، چون دلفین‌ها شکارچیان کمی دارن و رنگ بدنشون تأثیری توی زندگیشون نداره. خب حالا بریم سراغ یک مورد بسیار نادر، یعنی نهنگ گوشت پشت. یک نهنگ گوشت پشت آلباینوی نادر اولین بار در سال 1991 در سواحل استرالیا مشاهده شد. نام او در زبان برخی از بومیان استرالیایی به معنای مرد سفیده. این اسم میگالو هست و میگالو در سال 2011 دوباره سرخط خبرها شد، زمانی که تصور میشد پدر دو نهنگ آلباینوی دیگه شده. خب حالا بریم سراغ راسوی آلباینو. راسوهای آلباینو بسیار نادرن و تنها کمتر از 1% از جمعیت راسوهای وحشی دنیا را تشکیل میدن. دیزی راسوی آلباینو به دلیل رنگ منحصر به فردش و رفتارهای بسیار دوستانش معروفه. او اغلب به شهری در ایندیانا سر میزنه و به نوعی سلبریتی محلی شده. جالب اینه که آلبانیسم او مانع از کار اصلی راسوها، یعنی تولید بوی بد هنگام احساس خطر، نمیشه. خب حالا بریم سراغ اسب آلباینو. اسبای آلباینو خیلی بیشتر از اسبای معمولی با ابهت هستن. اونا پوششی کاملا سفید، پوست صورتی یا لودومی سفید و چشمایی کم رنگ دارن. اما خب اغلب با اسبای خاکستری اشتباه گرفته میشن که قطعاً با اونها فرق دارن. باید بدونید که برای اینکه یک اسبی آلباینو باشه باید